الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد تا با شما صحبت داشته باشیم و البته این فضل الله سبحانه و تعالی و توفیقش می باشد. پس این حلقه ما حلقه نهمین از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد. ما تا اینجا به شما فضیلت، اهمیت، مکانت، درجه و معنی و البته معنیداد مخالفین اهل سنت و الجماعت، معنیدات اهل بدعت و فهمش اهل بدعت و این چونین دو رکن لا اله الا الله و مسئله طاغوت، کفر بر طاغوت ذکر نمودیم و به شما بیان و توضیح کردیم. اما در این حلقه نهم قسم دومی کلمه توحید را به شما بیان خواهیم کرد. اصلا کلمه توحید نه تنها لا اله الا الله است، بلکه جانب باقی مانده اش و قسم دومش این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. یعنی لا اله الا الله محمدا عبده او محمد عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم. نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله می باشند. البته شهادت بر این که محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه رسول الله هستند، این علاقه به اسلام و ایمان دارد. علاقه اش بر اسلام این است که شهادت دادن بر محمد صلی الله علیه و سلم به این که رسول الله هستند، بنده الله هستند، آخرین رسول الله، اولو العزم و پایان رساننده و ادا کننده رسولان هستند، این رکن اول از رکنهای اسلام است. ما به شما بیان کردیم که اسلام 5 رکن دارد. رکن اولش لا اله الا الله و محمد رسول الله است. ببینید، رکن اول اسلام 2 چیز را در بر دارد. اولا لا اله الا الله، نیست معبود بر حق بجز الله، و قسم دوم و شهادت می دهم که محمد رسول الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و بعد از این می آید نماز و روزه و حج و زکات. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، کسی که لا اله الا الله بگوید اما محمد رسول الله را نگوید، به زبانش نگوید، اقرار نکند و تصدیق نکند و البته لا اله الا الله گفتهش هیچ فایده منفعت به صاحبش نمی بخشد. لا اله الا الله همان وقت قبول می شود، اسلام انسان همان وقت قبول می شود که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از لا اله الا الله زود مباشرتا بیاید. و این چونین شهادت بر این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله سبحانه و تعالی هستند، این رکن 4 ایمان می باشد. ایمان 6 رکن دارد. اسلام 5 رکن دارد، ایمان 6 رکن دارد. اگر انسان یکی از این رکنهای اسلام را یا رکنهای ایمان را ترک نماید، اسلامش، ایمانش قبول نیست و مسلمان نشده است. اگر بعد از مسلمان شدن یکی از این رکنهای اسلام یا که ایمان را رد نماید، جهد بکند، قصداً ترک نماید،
با اعتقاد جهد البته کافر شده است، که البته یکی از رکنهای اسلام که این نماز است، اگر ترک نماید هیچ نخواند با ترک نماز کافر خواهد شد. پس شهادت دادن بر این که محمد رسول الله سبحانه و تعالی هستند به رکن اسلام و به رکن ایمان تعلق دارد. رکن ایمان اولش ایمان آوردن به الله، دومش ایمان آوردن به ملائکه ها، سومش ایمان آوردن به کتاب هایی که الله سبحانه و تعالی از اول پیامبران تا آخرینشان که محمد صلی الله علیه و سلم هستند فرستاده است، و چهارمینش این ایمان آوردن به پیامبران، رسولانی که الله فرستاده است. ما میگیم به همه رسولانی که الله فرستاده است ایمان آوردیم، آنان را که میدانیم و نمیدانیم، و به خصوص آنهایی که نامهایشان در قرآن ذکر شده است. 25 نفر رسولانی که در قرآن الله سبحانه و تعالی نامهایشان را ذکر کرده است. و ایمان می‌آوریم به خصوص به محمد صلی الله علیه و سلم، به این که رسول الله، بنده الله و تمام کننده و خاتم و به پایان رساننده پیامبران هستند. بعد از محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر رسول وجود ندارد. پس پنجمین رکن ایمان این ایمان آوردن به تقدیر که نیکی و بدی از جانب الله است سبحانه و تعالی. و ششمین رکن ایمان این ایمان آوردن به روز آخرت، یعنی بعد از مرگ به دنیای برزخ، به عذاب قبر یا نعمت قبر و سؤال منکر و نکیر که در قبر میکنند. پروردگارت کیست؟ یعنی اللهت کیست؟ کی را در دنیا میپرستیدی؟ معبودت کیست و چیست؟ و پیامبرت کیست؟ و بعد از این دینت چیست؟ این سه اصلی ایمان و اصلی اسلام و اصلی دین در قبر از شما پرسیده خواهد شد. و بعد از این محشر و سؤال و تمام چیزهایی که تعلق بعد از مرگ هست، این ایمان بر روز قیامت است. مسئله ما اینجاست که شهادت دادن و ایمان آوردن بر این که محمد رسول الله هستند رکن اسلام و رکن ایمان است. پس فرق چیست؟ فرق شهادت دادن بر این که محمد رسول الله سبحانه و تعالی هست در رکن اسلام و در رکن ایمان چی فرق دارد؟ ما میگوییم فرق این است که شهادت دادن بر این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله سبحانه و تعالی هستند، در اسلام این پیروی رسول الله را به ما میفهماند. پیروی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، تصدیق کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، اطاعت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم با عملهای ظاهری، با پابرجا ایستادن در استسلام، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و دیگر تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را به جا آوردن، نمود ظاهری خود را به رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند کردن و پیروی کردن از رسول الله با عمل ظاهری، این شهادت به محمد صلی الله علیه و سلم رسول هستند و پیامبر هستند به رکن ایمان. وقتی که انسان به رکن اسلام ایمان آورد، این دلالت میکند که باید پیروی ظاهری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند و طاعت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند. پس کسی که بگوید که من مسلمانم و به رکن اسلام ایمان آوردم اما پیروی رسول الله را ترک بکند، طاعتش را ترک بکند، تصدیق رسول الله نکند، این دلالت میکند که این انسان رکن اولی اسلام را که از دو چیزی عبارت است، ایمان آوردن به الله و رسولش، قسم دومش ایمان آوردن به رسول الله را انجام نداده است. امروز چقدر مسلمان ها زیاد هستند که میگویند من مسلمانم، اسلام آوردم، اما در اونها یک نمود از پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده نمیشد. تصدیق پیامبر صلی الله علیه و سلم را در اونها دیده نمیشد. طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده نمیشد. یک عملی ظاهری
دیده نمی شود که به پیامبر صلی الله علیه وسلم طاعت کرده باشند، اطاعت کرده باشند، پیروی کرده باشند. پس این اسلامشان در این حالت نادرست است. باید انسان به رکن اولی اسلام که لا اله الا الله است و محمد رسول الله است ایمان بیاورد، قبول بکند و ظاهرا عمل نماید. این رکن اولی اسلام است. اما رکن چهارم ایمان که شهادت دادن بر این که محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله سبحانه و تعالی هستند تعلق به این رکن چهارم ایمان هم دارد. این چی هست؟ تصدیق کردن رسول الله، دوست داشتن و محبت و عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم که تعلق یا متعلق به باطن است، قلب است. یعنی ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم در رکن اسلام آمده است تا که ما ظاهرا پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اطاعتش نماییم، و ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و تصدیق کردنش و شهادت دادن بر این آمده است در رکن ایمان تا که ما باطن هم در باطن هم درونی هم با دل و قلب نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم را تصدیق نماییم، دوست بداریم. سبحان الله، در حقیقت این بزرگ است. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در حقیقت بزرگ است. بارک الله فیکم. پس علما میگویند مبحث پیروی و طاعت رسول صلی الله علیه و سلم را در توحید متعلق به ارکان اسلام میتواند بیابید. هر کسی بخواهد که پیروی رسول الله، طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین مورد کافتکاب بکند، بفهمد، یا که بگوید که پیروی رسول الله، طاعت رسول الله به کدام قسم از توحید تعلق دارد. میگویم توحید تعلق به ارکان اسلام، توحیدی که تعلق به ارکان اسلام دارد. اما مبحث پیامبران، مسائل ها و مسئله هایی که تعلق به پیامبران دارد، مبحثش در باب های ایمان و عقاید است. بارک الله فیکم. پس اگر مسئله نبوت رو خواهید که بفهمید، مبحثش در قسم ایمان است. اما اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم، این در رکن اسلام است. بارک الله فیکم. پس شهادت به این که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله سبحانه و تعالی هستند، یعنی اشهد ان محمد رسول الله را علما میگن توحید المتابعه، توحید متابعه، یعنی توحید پیروی کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چگونه توحید؟ غیر از لا اله الا الله در محمد رسول الله هم توحید آیا وجود دارد؟ بله، توحید وجود دارد. یگانه رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی کردن و از پیروی دیگر انسانها و از طاعت دیگر انسانها دست کشیدن. برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم، باید من و تو پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. قال الله سبحانه و تعالی، الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. به تحقیق ای مسلمان ها برای شما محمد صلی الله علیه و سلم الگو و نمونه زیباست و حسنه است. هر کسی که ایمان به الله آورده باشد و هر کسی که الله را خواهد، پس پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم بکند. این توحید متابعت است. هر کسی که پیروی رسول الله را ترک نماید، به پیروی دیگر انسانها مشغول باشد، در پیروی اولیاها، در پیروی مطلقاً میگویم غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نباشد، در پیروی اونها باشد، داند که در توحید متابعت غلط کرده است.
برای همین است که در آموزش توحید به شما بیان کردیم بعضی از علما گفتند توحید نه 3 قسم است بلکه 5 قسم است یا که 4 قسم است. توحید متابعت میگن، اما قول صحیح این است که توحید 3 قسم است و توحید متابعت هم در درون دیگر توحیدها داخل است. بارک الله فیکم. پس چگونه شهادت دادن به این که محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله سبحانه و تعالی می باشند، این توحید است. چگونه توحید گفته می شود؟ برای آنکه قائم بر توحید رسول است. معنیش این است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اثبات نکردن دیگر پیامبران. چگونه ما میگویم توحید محمد رسول الله، شهادت بر این که محمد رسول الله است توحید است. چگونه توحید میگویم معنیش این است که بعد از رسول الله دیگر پیامبری وجود ندارد و باید ما تا روز قیامت پیرو از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشیم و بگوییم معنیش این است که من کسی را پیروی نمی کنم و کسی را اطاعت نمی کنم بجز رسول الله صلی الله علیه و سلم و انمین حقیقت توحید است. ببینید لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی من غیر الله تمامی معبودان باطل و طاغوت را ترک کردم و به اونها کفر ورزیدم و اله من و معبود من این یگانه الله است که من او را می پرستم و محمد رسول الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی من پیروی نمی کنم و من اطاعت نمی کنم بجز رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم. انمین معنای لا اله الا الله محمد رسول الله است و انمین حقیقت توحید است. برای همین ما میگوییم که کسی که از سنت دور است این موحد نشده است. کسی که صحبت‌های صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یعنی حدیث‌های صحیح را ترک می نماید، دیده دانسته ترک می کند، موحد نشده است. حتی در خطری بزرگ وجود دارد که انسان را به کفر می برد. با دیدن سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بغض شیء مما جاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر، با دیدن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آورده این کفر است به اجماع علما. یا افضل دانستن اتباع و پیروی کسی بجز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این کفر است و کسی که این عقیده را دارد کافر می شود و این شکننده اسلام است. این توحید است. بارک الله فیکم. پس کسی که موحد است، کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را آموخته است، فهمیده است، دانسته است، موحد شده است، سخنهای رسول الله را، منهج رسول الله را، هدی و راه و رویش و طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نور دیده می کند، بر بالای سرش می گذارد و همیشه عمل می نماید. پس کجایند عمل کنندگان؟ کجایند موحدان؟ امروز شک زدگان و شبهه زدگان و ضلالت خوردگان و گمراه شدگان چقدر زیاد شده اند. سببش این نفهمیدن و نآموختن و ندانستن این شهادتین است. شهادت بر این که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، و شهادت بر این که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله سبحانه و تعالی است. ببینید چقدر معنای بزرگ دارد. بارک الله فیکم. پس مسئله دیگر در این موضوع این است که معنای شهادت محمد رسول الله و مقتضایش، یعنی معناهایی که محمد رسول الله در بر میگیرد. معناش این است که ایمان صادقانه ایمان آوردن
ایمان حقیقی و راستین آوردن بر این که محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه رسول الله از جانب رب العالمین هستند و ایمان آوردن و تصدیق کردن بر این که اطاعت کردن محمد صلی الله علیه و سلم و پیرویش و تصدیق نمودن این رسول الله و محبتش و راضی بودن به همین محمد صلی الله علیه و سلم و امتثال کردن و مانند کردن هر یک امثال خودش را به محمد و به جا آوردن امرهایش و حکمهایش و پیش نگرفتن کسی از پیامبر، پیش ندانستن کسی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و حدی کسی را، راهی کسی را، منهجی کسی را از راه و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتر و افضل ندانستن، انمین واجب به هر یکی من و شما هست. و این چنین ایمان آوردن، ایمان صادقانه آوردن بر این که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین رسول الله در این دنیا هستند. بعد از محمد صلی الله علیه و سلم رسول نبی به این دنیا نخواهد آمد. هر کسی دعوا بکند که من رسولم یا من نبیم یا من پیامبرم، کسی نباشد. این دجال است و کذاب است و دروغگو است و کافر است. کافر است باید کافر گفته شود. پس ایمان صادق، شرط ایمان دروغی نه، بلکه ایمان صادق، ایمان حقیقی و ربانی به این که محمد رسول الله از جانب الله هستند و ایمان آوردن به این که طاعت کردن به رسول الله، پیروی کردن، تصدیق کردن، محبت و رضا و امرش را بجا و حکمش را بجا آوردن، این واجب است، یعنی فرض عین است. پس این معنای شهادت بر محمد صلی الله علیه و سلم است. طلبات هایی که شهادت ان محمد رسول الله دارد، ان محمد رسول الله یعنی شهادت به این که محمد رسول الله سبحانه و تعالی هستند، چی طلبات ها دارد؟ یکمین تصدیقه فیما اخبر. علما میگن تصدیق کردن بر این تمام خبرهایی که رسول الله دادند. کسی که میگوید که من شهادت دادم که یا شهادت آوردم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند، باید تمام خبرهایی که رسول الله آوردند این را تصدیق میکند. یکم طلباتی شهادت محمد رسول الله انمین است. تمام خبرهای رسول الله را باید تصدیق نمایید. خبرشون از غیب، خبرشون از آینده، خبرشون از عبادت و اخبار و از قرآن و سنت، خبرشون از روز قیامت و الله و جنت، از تمام خبرهایی که آوردند باید تصدیق نمایید. کسی که یک خبری از خبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیده و دانسته رد میکند، قصداً جهد میکند، کافر شده است. لا اله الا اللهش قبول نیست. مقتضا و طلبات دومی شهادت این که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند، طاعته فیما امر. مقتضای دومش اطاعت کردن رسول الله به آنچه که امر نموده است. شرط اول گفتیم تصدیق کردن همه اون چیزهایی که رسول الله خبر دادند. معنای و طلبات دوم این که اطاعت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام اون امرهایی که امر کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما امرهای زیاده کرده اند. کسی که از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر است بینگرد. امرهایی که فرض است، امرهایی که فرض کفایه است، امرهایی که سنت مؤکده است، امرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که به مندوب و مستحب دلالت میکند. امرهای رسول الله نسبت نماز که فرض است. امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به مانند گذاشتن ریش که واجب است یا سنت مؤکده واجب است میگیم، ترکش گناه کبیره است. امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست راست خوردن که واجب است. امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به
دیگر سنت هایی که بعضیش مستحب است. پس بارک الله فیکم، به تمام امر رسول الله صلی الله علیه و باید از مهمش بگیری و عمل نمایی که انمین معنای طلبات شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و است. سومین طلبات شهادت محمد رسول الله این واجتناب ما نهى عنه و زجر، اجتناب کردن، دور شدن، پرهیز نمودن از آن چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده اند. از آن چیزهایی که رسول الله نهی کرده اند، از همون چیزها دور شدن، همون چیزها را ترک نمودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا شما را از چی دور نهی کردند، باز داشتند؟ از زنا و اولا از شرک باز داشتند. خیلی که علما میگند اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین چیزی که الله ما را امر کرد این توحید است که ما این توحید را باید به جا بیاوریم. و اعظم ما نهى عنه الشرک، و بزرگترین چیزی که ما را از آن باز داشت، نهی کرد، منع کرد، شرک است. پس اولین چیزی که ما باید اجتناب بکنیم، پرهیز بکنیم، شرک است. به تمام نمودهایش، شرک اکبر است یا اصغر است فرق ندارد. شرک یعنی به الله سبحانه و تعالی چیزی را شریک ساختن، یا از الله افضل دانستن، یا به الله برابر دانستن، یا چیز صفتی از صفتهای الله را دادن. شرک در محبت، شرک در دعا کردن، شرک در عبادت، شرک در توکل، شرک در خوف و نظر و ذبح، شرک در طاعت، شرک در تشریع، شرک در اراده و قصد و در نیت. نمودهای زیاد دارد که البته مسئله شرک را و موضوع شرک را یک درس خاصی در آینده به شما بیان خواهیم کرد. و چهارمین طلبات و مقتضای شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و این که و الا یعبد الله الا بما شرع، یعنی الله سبحانه و تعالی را کسی نپرستد بجز به آن شریعتی که محمد صلی الله علیه و سلم آورده است. یعنی کسی از پیش خود عبادتی را انجام ندهد، همان عبادتی را انجام بدهد، همان چیزهای را همچون عبادت به جا بیاورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم این عبادت را به ما خبر دادند. یعنی تنها به نشانداد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما باید الله را بپرستیم. عملهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون عبادت انجام ندادند، ما باید همچون عبادت انجام ندهیم. و عملهایی که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش تعلیم دادش و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادند و گفتند که این عبادت است و به همین نمود الله را بپرستید و به همین عبادت الله را عبادت بکنید و خود را به الله نزدیک بکنید، باید به همون چیزها، تنها به همون چیزها عبادت کرده شد. برای همین علماء قاعده را ذکر کردند در قواعد الفقهیه و گفتند العبادات التوقیفیه الا ما يدل الدلیل على مشروعیته. عبادت کردن موقوف است، عبادت کردن جایز نیست مگر همون عبادت های را جایز است که شریعت به همون جایز بودن عبادت و یا انجام یک عبادت دلیل را، نص را ذکر کرده است. به هر یک عبادت دلیل واجب است، دلیل آوردن ضرور است، به دلیل عبادت جایز نیست. حتی به یک عملی مستحب هم باید دلیل آورده شود. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، وقتی که معنای شهادتی محمد رسول الله را فهمیدی، بعد میدانی که تنها به الله به واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم باید نزدیک شوی. همان چیزهایی که پیامبر عبادت گفته است همون را عبادت دانی و از عبادت‌های بدعی خرافاتی باید دور بگیری. مولود آیا عبادت است یا نیست؟ که صوفی ها امروز عبادت میگویند، گمراهان عبادت میگویند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا همچون عبادت مولود را خبر دادند یا ندادند؟ ندادند. پس عبادت نیست. پس به واسطه مولود به الله سبحانه و تعالی نزدیک شدن جایز نیست. این بدعت است و خرافات است و این گمراهی و گناه است. طواف کردن در قبر حسن و حسین آیا عبادت است؟ البته عبادت نیست، این کفر است و شرک است.
چگونه که رافضه ها میکرد. اولیا پرستی و دیگر خرافات پرستی همه کفر و بدعت است، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم این عملها را عبادت نگفتند. اما این نماز و روزه و حج و زکات و تهجد و سجده و این جهادی که رسول الله میکردند و دیگر عملهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ما به طریق صحیح با سند صحیح در حدیث های صحیح ذکر شده است و حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم و عبادت هایشان ذکر شده است، البته اینها را ما انجام میدیم و اینها عبادت است. بارک الله فیکم. پس میگوییم که از طاعت الله، از طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که، یعنی اطاعت کردن رسول الله این است که ایمان آوردن به رسول الله، دوست داشتن رسول الله، قائم بودن به حقوقهای رسول الله، یعنی حقوقهای رسول الله را به جا آوردن و پیروی نکردن به جز رسول الله صلی الله علیه و سلم به دیگر انسانها پیروی نکردن، تنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردن و دین را تنها از راه رسول الله گرفتن و به الله سبحانه و تعالی تنها به رسول الله نزدیکی کردن و تنها عبادت های گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم را عبادت دانستن و اعتقاد کردن بر این که محمد آخرین رسول هستند و بعد از محمد صلی الله علیه و سلم رسول وجود ندارد، پیامبری وجود ندارد و اطاعت کسی را از اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش ندانستن و دانستن و شناختن سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهج و راه و هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دانستن دین رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته این از طاعت رسول الله است و غلو نکردن در رسول الله صلی الله علیه و سلم، چگونه که صوفی ها غلو کرده است. صوفی ها چنان به نسبت رسول الله غلو کرده اند که حتی مشرک و کافر شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ای امت من نسبت من غلو نکنید چگونه که نصارا اهل کتاب نسبت رسولانشان یا که نسبت عیسی غلو کردند و مشرک شدند. چنان نسبت عیسی غلو کردند که عیسی را بعضش خدا میگوید، یعنی اله میگوید، معبود میگوید و بعضش پسری اله میگوید. اعوذ بالله من ذلک. پس رسول الله را از منزله اش و از درجه بوده اش نه بالا و نه پایان فراوردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده الله هستند، مثل ما انسان هستند اما رسول الله هستند، در نزد الله بهترین ها هستند. در این دنیا از اول تا آخر مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان نآمده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از درون رسولان اولوالعزم هستند و از درون 5 نفر اولوالعزم بهترینش رسول الله هستند، خلیل الله هستند. اولین کسی که روز قیامت از قبرش بیرون می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اولین کسی که الله سبحانه و تعالی اجازت می دهد که صحبت بکن، هر چیزی می پرسی بپرس، هر خواسته که می خواهی بخواه، این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مقام محمود در روز قیامت به محمد صلی الله علیه و سلم داده خواهد شد. بالاترین مقام و بالاترین درجه در روز قیامت به محمد صلی الله علیه و سلم داده خواهد شد. تمام رسولان و تمام پیامبران امتشان را روانه به سوی محمد صلی الله علیه و سلم خواهند کرد. بیرق حمد، لوای حمد در روز قیامت در دست پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهد بود. اولین کسی که به جنت داخل می شود این محمد صلی الله علیه و سلم خواهد بود و اولین امتی که به جنت داخل می شود امتی محمد صلی الله علیه و سلم خواهد بود. اولینش و بهترینش ابوبکر صدیق و بعد از اون عمر و بعد از اون عثمان ذو النورین و بعد از این علی رضی الله عنهم اجمعین. و بالاترین درجه جنت کی وسیله است، فردوس است و وسیله است. وسط جنت بالاترین درجه جنت که سقفش عرش است، این مقامی جای محمد صلی الله علیه و سلم خواهد شد. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، این شهادت بر این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله هستند. پس با همین حلقه
نهمین خود را به پایان میرسانیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به شهادت این که محمد صلی الله علیه وسلم بنده الله و رسول الله سبحانه و تعالی هستند به شما بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.